چطوری تاپی مثلا با یک ویدیو دیگه از کانال خودتون خیلی خوش اومدید. بچه‌ها من یه 2 هفته نبودم، خیلی عذر میخوام خاک پاتونم محمده. و اینکه جریانشو خیلی گفتم، بازم میگم مسافرت بودم. یه مسافرت سفری نبود، مسافرتی بود که مجبور بودم برم. خودم دوست نداشتم برم ولی خب مجبور بودم برم. و اینکه الان که این ویدیو رو دارید میبینید من دیگه رسیدم جایی که باید، چون که تو این چند هفته که ویدیو نمیذاشتم خب نبودم و برای آپلود یک ویدیو هم خیلی نت میخواد. برای همین خونه خودم وای فای دارم. ای بابا، خونه خودم وای فای دارم و راحت میتونم که آپلود کنم. ولی خب اینجا نت گرفته بودم و خب نت زیادی میبره برای آپلود. از اینا بگذریم، بریم برای آموزش این سیزن و بررسی که نه، آموزش اولین اسکین رایگان این سیزن. بگم که این سیزن کال آف دیوتی جشن 5 سالگی ساخت کال آف خودش رو جشن گرفته و به خاطر همین برای کال آف پلیرها جوایز رایگانه بیشتری رو در نظر گرفته. و صحبت زیاد نکنم که اذیت بشید، بریم برای اولین اسکین رایگان و خفن و زیبا. خب بچه، برای اینکه بتونید اینو بگیرید، اول اینو بگم که تو این چند روزی که نبودم و داشتم بازی میکردم بالاخره رسیدیم لول 203 که یکم دیگه مونده برسیم لول 204. بچه‌ها اگر که لول 100 هستید، مثلا 180 100 و هر صدی، واقعا کیفشو ببرید. چون اینو واقعا میگم، حالا نمیدونم شاید مشکل از گوشی یا شانس منه، کسایی که لول 200 هستن بگن داخل کامنت ها به من، ولی پدرم در اومده. انگار لول 200 که میرسی اکتیویژن باز لج میکنه، میخواد سختی بکشی. انگار کسایی که باشون پلی میدی خیلی قوی تر میشن، واقعا میگم. یعنی شما فکر MVP شدن از سرت بنداز بیرون، نفر دوم سوم شاید بشی. و واقعا سخت شده بازی، هم مولتی هم بتل. 203 که میشه خیلی اصلا لول کار میره بالا، سخت‌تر میشه بازی کرد. ریکورد میشه؟ آره. مولتیه که حالا خدا رو شکر عادلانه است، یعنی انمی قویه، تیم ما هم قویه، ولی بتل اصلا اینجوری نیست. حالا چه آلکاترازش چه بتل خوده عادیش، واقعا میگم کالاف انگار باید لج میکنه. همین الان که دارم ویدیو رو میگیرم 5 دقیقه قبل فشار در حدی فشاری بودم که وسط بازی من وقتی که شات شدم بازی رو بستم. بعد گفتم بذار حالم خوب بشه یه ویدیو بگیرم، چون که واقعا آلکاتراز پلی دادم. یارای ما داخل هواپیما عکسش حالا شاید بذارم داخل چنل، فقط منم اونجا. 4 تا بات هست، واقعا میگم 4 تا که نه، یعنی 3 تا. من اسکینم گوست یا هر چیز دیگه، کرش، اسکین یارام باتن همه. واقعا باید تأسف خورد، ولی خب حالا چه میشه کرد دیگه، باید فشار خورد تا کالا ول کنه. بریم برای آموزش. برای اینکه بتونید این اسکین رو بگیرید، این همیشه میاد داخل ایونت ها، بخش ایونت ها که اومدید دیگه خودتون بهتر میدونید که چجوری باید از اینها بگیرید. اگرم که نمیدونید چجوری باید بگیرید، الان بهتون میگم. برای اینکه بتونید اینا رو بگیرید باید که لولتون رو ارتقا بدید. میبینید که اینجا سری اعداد نوشته 10 11 9 که باید اینا لوله، یعنی اگر که به این لول
11 برسی، یعنی اینکه به لول 11 که برسی بهت این جایزه رو میده، یا مثلا این جایزه رو میده. خب لول کالاف نه، لولی که اینجا نوشته شده، این لول 11. چجوری میتونیم لولمون رو ببریم بالا؟ XP جمع کرد. اینجا نوشته برای اینکه مثلا اینجا لول 12 بشم تا اینو بهم بده، میگه 960 تا XP میخواد تا بتونیم لول 12 بشیم، ولی من 890 تا دارم. چجوری میتونیم XP همون رو تغییر بدیم، یعنی بیشترش کنیم؟ میای میزنی روی این میسلام، اینو که بزنی اینجا ممنوعیت هست. مثلا اینجا زده، ببین میگه که میگه که 600 تا دمیج با رایفل به انمیا بده. اوکی، یعنی 600 تا دمیج دیگه، چجوری میشه گفت 600 تا دمیج با رایفل به انمیا بده بود از بخش رایفل ها، که من اینو انجام دادم، روی این تیک میزنم و دریافت کردم. و اینجا ببینید، بزنید یکم عقب‌تر میبینید که 800 خورده ای بود، الان شد 905 تا، ولی بازم کم دارم تا 960. اینجوری میره. هفته 1 اینجا هست ماموریت ها بخواید انجام بدید، روی این که بزنید براتون میره داخل همون ماموریت که انجام بدید. مثلا نوشته 7 تا این اولیه، نوشته که 7 تا مولتی از بخش رنگ پلی بده، مهم نیست ببری بباز. همینجوری میره دیگه. مثلا هفته دوم برام واز، چرا؟ چون هفته دومه، یعنی به 1-2 هفته هنوز نرسیده این آپدیت کالاف. حالا وقتی که اینا رو گرفتید میاید داخل این بخش میاید اینجا به 45 تا که رسید، حالا من 5 تا اضافه دارم، به 45 تا که رسید میتونید این اسکین خفن و زیبا که واقعا هم خودم خیلی دوستش دارم و من دیشب اینو گرفتم، ولی خب چون نتونستم، چون دیشب ساعت 4 صبح گرفتم، نمیتونستم ریکوردش کنم، گفتم که بذار نگیرم و امروز الان ساعت 11:51 ظهره دارم براتون ریکورد میکنم. واقعا اسکین خفنی، خودم عاشقشم که یه مدل دیگه‌شم هست دریافتش کنیم ما اینو فعلا. به اصلا بنازم اصلا. یه مدل دیگه‌شم هست که میشه این یکی خیلی نم خفنه. بذار ببینم میتونم بزرگش کنم. آره ببینید این خیلی خفنه، یه دنس خفنم داره که اینجاست. ایموت خیلی خوشگلم داره تا دانلود بشه. من که خلاصه که این سیزن جوایز رایگانه خیلی زیادی داریم. 3 تا اسکینشه که من خودم دیدم تا به اینجای کار که هنوز 1 هفته نگذشته، که بازم احتمال زیاد اسکین رایگان میده کالاف و حالا چیزای دیگه. هر چیز رایگانی من خودم بتونم بگیرم میام حتما به شما میگم که بتونید بگیرید، چون که واقعا خوشحال میشم که شما خوشحال شید. ایموتشو ببینید این چی آخه، یعنی تمام آبروی گست و حیثیتش رفت. و همین دنسی که خودش انجام میده رو ببینیم با هم. یه دقیقه این چیه؟ من یه سوال ایناست. این چیه؟ کوله پشت بک. دنسشو ببینید چقدر خفنه. وقتی که شما اسکین رو بگیرید فکر میکنم این دنس رو بهتون بده. ما اینا رو هم یه کلیم بزنیم. درسته، اینم کلیم کنیم. بله راحت و زیبا.
و اینکه خودمم حالا فعلا که کالاف با همین لج برداشته نمیذاره رنگ آپ کنیم، یاره نوبو برامون میندازه، برای همین الان رنگم اینه. ولی خب ما تلاشمون نمی‌کنیم تا رنگ آپ کنیم و اینو وقتی گرفتم حتما ویدیوشو براتون میذارم. این بود از آموزش خفن جذابمون. اوکی، سعی کردم تایمش هم کوتاه بشه که زیاد اذیت نشین. و تا یک ویدیو دیگه بچه‌ها فقط اینو بگم، اگر که چون داخل چنل تلگرام یکی از بچه‌ها نمیدونست که چجوری گانش رو اینجوری این رنگ گلد بکنه، اگر که نمیدونید به هم داخل کامنت ها یا چنل تلگرام بگید، فرق نداره. داخل هر کدوم که بگید من اگر مثلا تعدادش زیاد باشه، اگر 1 نفر 2 نفر باشه که بهشون میگم بیاید داخل چنل تلگرام، اونجا ویدیوشو براتون گذاشتم ببینید. اگر که ندیدم مثلا 4-5 نفر هستید، ویدیوشو میذارم براتون داخل یوتیوب، چون که یکم سخته، چون مأموریت هایی داره. حالا من انجام دادم بیام روی گانی که مثلا انجام ندادم، مثلا این ببینید یه سری مأموریت ها داره که این پایین اینجا انگلیسی نوشته و خب شاید خیلی ندونن، من چون انگلیسیم خوب و کلاس زبان میرم براتون میتونم ترجمهش کنم. اگر خواستید حتما بگید تا من اینو ترجمهشو بذارم براتون تا سریعتر بتونید گانتون رو عین این گان من گل کنید. و تا یک ویدیو دیگه از کانال من، بابای.